شاید ما هممون آرزو داریم که به چیزای قشنگ برسیم. شاید ما هممون آرزو داریم که وضعمون از اینی که هست بهتر بشه. ولی خیلی آرزو دارن ما رو، شرایط ما رو ندارن. ما علیرغم همه مشکلاتی که داریم از یه سری چیزا هم غافل هستیم. از شکرگزاری کردن. الان میدونی خیلی آرزو داشتن چشم داشته باشن، ولی تو تا حالا گفتی خدای شکرت بابت اینکه چشم دارن؟ خیلی آرزو داشتن که این سمعک رو گوششون نبود، تو تا حالا گفتی خدای شکرت من گوش دارم؟ خیلی آرزو داشتن که حرفشون رو با زبونشون منتقل کنن، نمیتونن حرف بزنن، تا حالا گفتی خدای شکرت من زبون دارم؟ خیلی دوست داشتن که راحت بتونن برن دستشویی، دیگه بالاتر از اینه؟ الان سند وصله بهشون، تو بیمارستان خوابیدن، تو گفتی خدای شکرت که من این مشکل رو ندارم. میدونی چرا؟ چون این سلامتی که تو داری یه تاجیه که رو سرته، ولی تو نمیبینی.